آموزش پیوسته انسان را در جامعه صاحب احترام و شرفمند می‌گرداند. قدم‌های نخستین وارد شدن به دنیای رنگین و معنویات مکتب به حساب می‌رود. یعنی مکتب مکانی مقدس بوده. خوانندگان در این درگاه اهمیت آموزش و دانش را به طور عمیق درک می‌کنند. مکتب علم معارف از ارکان مهم پیشرفت، ترقی، معرفت‌ناکی، آگاهی، خودشناسی و افتخار یک ملت و یک کشور محسوب می‌شود. 1 سپتامبر روز دانش و درس صبح آغاز می‌یابد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 فضای ادانه داشت. آموزگاران و خوانندگان با گل و گلدسته در صحن مکتب جمع آمده بودند. جمع آمد تنتنوی را سروری دبستان مومن و حسن آغاز بخشید. سپس معاون رئیس شهر پنجکند خوشبخت‌زاده ارکین پیام شادباشی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر را به سمع حاضرین رسانید. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 باید گفت که دارای 457 نفر خواننده بوده. امسال 50 نفر طالب علم را در صنف یکم به آغوش خود گرفت. 36 نفر آموزگاران به تعلیم و تربیت مشغول هستند. ما کلکتیو آموزگاران مکتب می‌نه داریم از پیشوای ملت که با ما چنین مکتب زمانوی را تقدیم نمودند. ما سعی کوشش میکنیم دست جمعانه که خوانندگان ما در روی وطندوستی تربیت نموده به خلق و وطن خود آینده خدمت کنند. زنگی اول میزن از عید استان شادی کنیم. وادی علم است مکتب رو به آن وادی کنیم. راهنمای ما بود استادهای مهربان میرسانند عاقبت بر قله مقصود ما. اینک با صدای جرنگوس زنگوله و آغاز سال نوی تحصیل فرا رسید. مرحبا سال نوی تحصیل. السلام استاد جا ای مکتبم، السلام همسایگانی مهربان. درس صبح و وحدت و دانش و بار مبارک سال تحصیل بر همه. زنگ اول سال تحصیلی نو، زنگ اول زنگ آرزو و امید، زنگ اول روز صلح است در جهان، زنگ اول روز ذوق کودکان. سلام ای مکتبم آموزگارم، سلام ای درگاهی بینظیرم، عزیزم تو مدارم تو توانم. سلام ای مکتبم آموزگارم، عزیزا آمدم بر آستانه و درگاهی بزرگ و سوارم. شبم فرخنده از نور عرفان، پیروزم با کمال علم شانم. توی کاشانه وقتی امیدم، توی فردای من راهی سفیدم. چه مادر مهربان کودک نوازی، دبستان جمله را مقصد رسانی. از فرضی از خون از مکتب بایر عرفان، خون از مکتب به جان جسد را قدر نباشد جسم از انسان. جان از مکتب، از مکتب آید آسایش دین، مرغوب دلها زیام از مکتب. مکانم تاجیکستان تاجیکستان، سراپایت همه باغ است و بستان. و پایت سجده به آرم همیشه دیاری گل ببان، دامانم زرفت. در رسید دانش ما خرسند و خندانه، دانش خوشبختی آرد این را همه میدانه. مکتب مکان دانش از بحر ما آسایش، در آغوش گرمیان خرسند مو سربلند. در رسید دانش گلدسته به دست داریم، بحر پیشوای ملت پیرم و وفاداره. مقصد از آموزش و دست آوردن دانش می باشد. دانش چنانه که استاد رودکی میگند اندردل چراغی روشن است و تمام کامیابی هر شخص در زندگی به آن وابستگی دارد.